هرچند که جوانان آینده ملت میگه، ولی رستم خود چه فکر داره؟ آزاده را جوان میگه. آزاده دیگه جوان نیست، او دیگه کمپیرش دیگه در افریقا اگر زنک خود آزاده میشه دیگه تمام میفتنش که برای استراحت که دیگه اونجا پنسیا برو برات خوب را فکر کرد که آزاده اولم جوانه. جوان گفتن دخترای خودش و بچهای خودش خاطی نبره اسماعیلی حسنش فکر کرده است که جوانو همیان باید همینا دولت در دستشون بگیرن. ما در سرمون آهن بستگی نیستیم، ما دولت پیری برانیم. تو دولت پیری تو باید در درون زندان برانی. دولت پیری تو دیگه در بیرون زندان نباید باشه رحمان. این انشاءالله وعده ملت و این خواستی ملت است انشاءالله که تو با این قدر جبر و ستمت حق نداری که در بیرون زندان دولت پیری برانی. و خدا کنه که دیگه تو دولت پیری راندندم انشاءالله که وقتش نمیرسه برای تو، چون که آنچنان ظالم و آنچنان قاتل هستی که هر دقیقه یعنی نفس کشی برای تو تنگ شده است. خودت خوب میفهمی من چی را در نظر دارم. خوب این چیزایی هستن که خود رحمانوف آگاه هست از این مسائل که من برای چی گپ را گفتم و چرا چنین مسئله باید برای او بگم.